نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به سوره قیامت. تا اینجا از سوره تبارک الذی، از سوره ملک تا اینجا بحث توحید بود که الله عزوجل در آیات مختلفی، در سوره های مختلفی، در بعضی ها دلایل بیان فرمود، در بعضی ها الله وعید و تهدید بیان فرمود، در بعضی سوره ها زجر و توبیخ بیان فرمود، در دو سوره آخری فرمود قرآن را بخوانید. از سوره قیامت تا سوره و طارق، تا سوره طارق بیش از 20 تا سوره هستند. در این سوره ها بحث قیامت است. ما باید هم به مبدأ ایمان داشته باشیم، هم به معاد، هم به توحید، هم به قیامت. لذا الله عزوجل در همه این سوره ها قیامت را و در رابطه با قیامت با تعبیرهای مختلفی یادآوری می‌فرماید و این سوره ها را انتخاب کردیم امسال در این ساعت بعد از ظهر که بلکه تصور قیامت، فکر قیامت با اون تعبیرهایی که الله بیان فرموده در ذهن ما جای بگیرد و همیشه قیامت را استحضار داشته باشیم. انسانی که همیشه قیامت تو ذهنش باشه، تو قلبش باشه، اون انسان گناه نمیکنه. اما اگر از قیامت و عقیده قیامت بدور باشیم، فاصله داشته باشیم، جرأت بر گناه و غفلت ما بیشتر میشه. لذا موضوع قیامت را اهمیت بدیم عزیزان و باید فکر بکنیم روی این مسئله، بالخصوص آیاتی که الله عزوجل بیان می‌فرماید. مشرکین مکه هم منکر توحید بودند، هم منکر قیامت. الله اینجا سوگند یاد می‌کند به روز قیامت. الله می‌فرماید لا اقسم بیوم القیامه. لا اضافه هست، قبلا گفتم اصلش هست اقسم. سوگند یاد میکنم، قسم میخورم به روز قیامت، یعنی قیامت را شاهد میگیرم. خدا که به چیزی قسم بخورد معنیش اینه که شاهدش میگیره. وقتی الله میفرماید والعصر، یعنی عصر شاهده، تاریخ شاهده. پس لا اقسم بیوم القیامه، قیامت شاهده. و همچنین الله به چیزهای دیگه سوگند یاد میکند. ولا اقسم بالنفس اللوامه، و من سوگند یاد میکنم به اون نفسی که لوامه هست. اون نفسی که لوامه هست، الله نفس لوامه را شاهد میگیره. نفس انسانی اینطوری که علما تقسیم کردن بر 3 قسمه. یکی نفس اماره، یکی نفس مطمئنه و یکی نفس لوامه. نفس اماره و نفس سرکش را میگند که همش دنبال راضی کردن خودش هست، چه با مال حرام، چه با نیاز جنسی به جای حرام، چه با مشروب، چه با تماشا کردن حرام، چه با حاصل کردن مال حرام، با هر چی، با هر طریقی باشد
این نفس اماره هیچ چیزی جلوش را نمیگیرد. بعضی انسان ها هستند که اصلا برایشون خدا و قیامت و آخرت مهم نیست، فقط به جایی برسند، فقط نیازهایشون برآورده بشه، فقط مادیات برآورده بشه. این چه از طریق دزدی باشه، از طریق چپاول باشه، از طریق بالا کشیدن بیت المال بشه، از طریق رانت بشه، از طریق ربا بشه، از طریق رشوه بشه، این در باب مال هست. در باب نیاز جنسی از طریق حلال باشه، از طریق حرام باشه، از هر طریقی باشه، به هر حال خودشون را تکمیل بکنند. پس اینها هستند که به هیچ قید و بندی بند نیستند. این نفس اماره هست که این خوراک سقر است. خوراک چیه؟ سقر، خوراک جهنم نفس اماره. دومین نفس مطمئنه هست. اون اینه که چنان جلوگیری شده، هر جا خدا گفته جلوش را گرفتند، نه به طرف حرام رفته، نه به حرام فکر کرده، نه حرام خورده، نه حرام چشیده، نه حرام مرتکب شده، کاملا مطیع الله. این نفس مطمئنه است. این جایگاهش در بهشته. یا ایتها النفس المطمئنه، نفس مطمئنه که مطمئن رضای مولا را هم حاصل کرده. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، برو راضی باش و الله هم از تو راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. الله می فرماید در زمره بندگان صالح من داخل بشو، در صف اونها قرار بگیر. وادخلی جنتی، برو به بهشت من، به جنت من برو. این نفس مطمئنه هست. نفس اماره جایش سقر است و این جایش بهشت و جنت است. سومین نفس لوامه هست. نفس لوامه در تعریفش اختلاف هست. بعضی میگن که نفس لوامه اون نفسی هست که مرتکب اشتباه میشه اما دوباره توبه میکنه، خودش را ملامت میکنه، یعنی بین هست. اگر کنترل بشه میره به طرف مطمئنه، اگر نشه آخر میشه اماره. الله نجات بده. لذا الله عزوجل این نفس لوامه را هم به عنوان شاهد یاد میکنه. این نفسی که ملامت میکنه خودش را، بار بار مرتکب اشتباه میشه ولی بر میگرده. جواب این دوتا سوگند مقدره. الله میفرماید قسم به قیامت و قسم به نفس لوامه، لتحاسبن یا لتبعثن، شما یک روزی از قبرها بلند میشید، یک روزی برای شما حساب و کتابی هست. ای بندگان آماده باشید. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان فکر میکند که ما هرگز جمع نمی کنیم استخوانهایش را؟ چرا ما جمع نمی کنیم؟ بلا، چرا نه، ما جمع می کنیم، بلکه ما قادر هستیم. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، الله می فرماید ما قادریم که بندهای دستش را هم مساوی و برابر درست کنیم. این کار ظریفی هست، بند را درست کردن. الله می فرماید جمع کردن استخوانها به جای خود، ما بند را دوباره برابر می کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه. این ترقی از ایحسبو هست. اول انسان فکر میکنه که ما استخوانهاش را جمع نمی کنیم، چرا جمع می کنیم؟ الله می فرماید بل یرید الانسان، این انسان مشرک مراده، انسان کافر مراده، بلکه انسان می خواهد، اراده می کند لیفجر امامه. لیفجر ای لیکذبه، تکذیب کند، فجور قبول نکردن، تکذیب کند. امامه ای ما امامه، آنچه که در آیندهش هست. یعنی انسان میخواد قیامت را تکذیب کند. چرا؟ چون انسان
با عقل خودش فقط میسنجد، شاید با عقل جور در نیاد. مشرکین با عقل ترازو میکردن، میگفتن اذا كنا عظاما نخره، زمانی که ما تبدیل به استخوان پوسیده بشیم دوباره زنده بشیم ممکن نیست. این با عقل سنجیدن است. اما من و توی مسلمان بالاتر از عقل یک چیزی داریم به نام وحی. ما تابع وحی هستیم، بعداً تابع عقل میشیم. اول وحی. لذا الله می فرماید بل یرید الانسان، بلکه انسان می خواهد لیفجر امامه، ای لیکذب ما امامه، آنچه که در آینده است میخواد او را تکذیب کند. به این خاطر از روی شک و تردید و تمسخر و استهزاء میپرسد یسأل ایان یوم القیامه، سؤال میکنه روز قیامت کی هست، کی میشه این قیامت، مسخره میکند. الله جواب میده، اما در جواب الهی تخویف اخروی هم است، همراه با بیم دادن از عذاب آخرت. الله می فرماید فاذا برق البصر، قیامت زمانی می آید که چشم برق می زند، ناگهان همه چیز را می بیند. و خسف القمر، زمانی که ماه بی نور میشه و میفته. و جمع الشمس والقمر، این خورشید با این بزرگی و این ماه با این عظمت هر دو جمع میشند، ماموریتشون تعطیل میشه، خورشید بی نور میشه، خورشید متفرق میشه، گازهایش و نورهایش تکه تکه میشه. اذا الشمس کورت، خورشید بی نور میشه، تمام بخشایش میسوزد و تمام میشه نورش. و اذا النجوم کدرت، ستاره ها تمام میفته، ماه بی نور میشه میفته. اون روز قیامت هست. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان از فرط وحشت، از بس که وحشت زده و میترسد میگه این المفر، مفر کجاست، جای فرار، کجا برم. کلا، الله می فرماید کلا، هرگز نیست جایی، لا وزر ای لا ملجع، هیچ پناهگاهی وجود ندارد، الى ربک یومئذ المستقر، جای قرار فقط به طرف رب است. اون جایی که رب است یا به جهنم میبره تو را یا به بهشت میبره، دیگه جایی نیست. الى ربک یومئذ المستقر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، الله می فرماید انسان خبر داده میشه، اطلاع داده میشه در آن روز، بما قدم و اخر، به اون چیزی که جلوی خودش فرستاده، اون چیزی که پشت سر گذاشته. بعضی ها از ما هستیم که چیزهای جلوتر میفرستیم برای آخرت، بعضی ها چیزهای نیک میفرستن، بعضی ها چیزهای بد میفرستن. یکی مثلا یه مرکز دینی درست میکنه، یه مرکز اصلاح درست میکنه، این قبل از خودش میفرسته، بعدن که بمیره تا زمانی که این مرکز هست هم پشت سر خودش چیزی خوبی گذاشته که همهش برایش از اونجا ثواب میاد، اجر میاد. یکی از یک مرکز فسادی درست کرده، اینم قبل از این که بره به ملاقات خدا قبلا برای خودش سیئات فرستاده، گناه و جنایت فرستاده. بعد از این که میره اخر پشت سرش تا زمانی که اون فساد ادامه دارد بازم پشت سرش برایش میفرستند، برایش گناه میره، برایش معصیت میره، برایش سیئات میره. پس بستگی داره که انسانی که هم قبل از خود برای خودش میفرسته برای آخرتش ذخیره میکنه، یا نیک را یا بد را، و همچنین بعضی پشت سر هم میگذارد، یا صدقه جاریه میگذارد یا سیئات را میگذارد که پشت سر او یک رسم بدی بعضی ها میگذارند. بعضی ها توصیه میکنند که بعد از ما فلان انتقام را بگیرید، فلان انسان ها را بکشید، خودش میره
ولی هر چی که قتل میشه گناهش به گردن خودش. اینا هستن به ما قدم و اخر. انسان چیزی جلو میفرسته، چیزی پشت سر میگذارد، چه نیک چه بد. الان همه اقسام را خودتون تصور بکنید. لذا الله میفرماید ینبأ الانسان یومئذ، انسان خبر داده میشه بما قدم و اخر، آنچه که جلوتر فرستاده، آنچه که پشت سر گذاشته. بل الانسان على نفسه بصیرا ولو القا معاذیرا. الله میفرمه بلکه انسان خودش بر نفسش بیناست، خوب میدانه چه کار کرده، خوب میدونه در دنیا چه گناهی، چه جنایتی، چه اشتباهاتی مرتکب شده. ولو القا معاذیرا، گرچه این انسان بهانه ها می آورد، معذرت خواهی ها می آورد، اما خودش میدوند که من چه کار کردم. بهانه میدونه، بهانه پوچه، بهانه غیر موجه است، عذر غیر موجه است. لا تحرک به لسانک لتعجل به. این وسط جمله معترضه است. وقتی که جبرائیل امین آیات الهی را ابتداءً بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواندند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر اینکه بعداً این بار امانت را به نحو احسن ادا بکند، پیغمبر همونطور زمزمه میکرد، تکرار میکرد با جبرائیل، هی گوش میکرد و میخواند که فراموش نکنه. الله عزوجل در وسط کلام به حبیبش فرمود شما زبانتون را تکان ندهید، شما کلام را گوش کنید، بعدا اینکه این را تمام این کلام را در قلبت ما جای بدیم و بر زبانت جاری بکنیم، این کار ماست، نگران نباش، فراموش نمیشه، در اختیار الله هستی. لذا الله فرمود لا تحرک به لسانک، به این کلام زبانت را حرکت نده، لتعجل به، تا که عجله بکنی و زود چیزی را حفظ کنی. نه، ان علینا جمعه و قرآن، همانا بر ماست جمع آن در سینه شما، و قرآنه، و خواندن آن بر زبان شما. در سینهت جمعش میکنیم و بر زبانت جاریش میکنیم. فاذا قرأناه، زمانی که ما خواندیم بر تو به وسیله فرشتهمون، فاتبع قرآنه، بعداً دنبال کن خواندن آن را، بعداً بخوان. دو وعده الله داد، یکی که در سینه‌ات جمعش میکنه، دوم بر زبانت جاریش میکنه، هیچ کلمهش اشتباه نمیشه، الله خودش به عهده گرفته. سومین وعده ثم ان علینا بیانه، بعداً بیان و تفسیر و تشریح هم بر ما، یعنی ما به ذهنت تفسیر درست را می آوریم. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ای پیامبر این قرآن را ما نازل کردیم تا تو مفسرش بشی، تو بیان کنی برای مردم که مقصد خدا چیه، هدف خدا چیه. پس پیامبر عظیم الشأن مبین هست، مفسر هست، بیان کننده هست. کلا، و این بیان هم از سوی الله به پیامبر داده میشه. کلا بل تحبون العاجله. خب این وسط جمله معترضه بود. قبل از اون چی بود؟ بحث قیامت. بحث قیامت الله فرمود که شما انسان ها هر یکی میدونید اونجا چه کردید، بهانه میارید ولی حقیقت را میدونید. لذا الله عزوجل به انسان اینجا یادآوری میکنه چه چیزی باعث شده که انسان قیامت را انکار کند. دنیا، عاجله یعنی دنیا. الله میفرماید کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. حق این است که شما انسان ها دوست دارید عاجله را. عاجله یعنی همین دنیا، نقد. عاجله به معنی نقدی، چون این دنیا نقدی است، منافعش، اثراتش، ثمراتش، میوهش، خوراکیش و همه مادیاتش نقدیه، به دست ما هست. شما این نقد را محکم گرفتید به اون نسیه
اونی که عاجله هست، اونی که وقتش مشخصه، به اون زیاد توجه ندارید. کلا بل تحبون العاجله، بلکه شما دوست می‌دارید این عاجله را، این که نقد هست. و تذرون الاخره، و شما آخرت را میگذارید، کنار میگذارید، اما به آخرت بچسبید که این عاجله زود گذر است، این زود تمام میشه، اون دائم و همیشگی هست. الله عزوجل دو گروه را ذکر میکنه از قیامت. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، چهره هایی هستند، این بشارت مجده، چهره هایی هستند در آن روز تر و تازه، ناظره، تر و تازه، درخشان، الى ربها ناظره، به سوی ربشان تماشاچی هستند، نظارگر هستند، نگاه میکنند، رب را دیدار میکنند. یه اختلافی هست بین بعضی از افراد و گروه هایی که در قدیم بودند، مثل معتزله و خوارج و روافض. اونها معتقدند که انسان در روز قیامت خدا را نمی بیند. ما اهل سنت معتقدیم در دنیا درسته، لا تدرک الابصار، در دنیا دیدن خداوند ممکن نیست. موسی علیه السلام هم نتونست ببینه، اما در آخرت ما ربمون را انشاءالله میبینیم. یکی از دلائل همین آیه هست. الله میفرماید چهره های در روز قیامت تر و تازه اند، الی ربها ناظره، این چهره ها به ربشون نگاه میکنند، دیدار ربشون را حاصل میکنند. در حدیث شریف می آید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر، شما ای مسلمانان اهل بهشت ربتون را می بینید همان طوری که در شب 14 ماه را چطور می بینید. مزاحم هم دیگر نیستید. نه، ما اگر بخوایم یک نفر را، این جمعیت یک نفر را ملاقات بکنیم، مزاحم هم دیگه هستیم. این اون حال میده که من ببینم، اون حال میده. اما شب 14 ما را همه میخوایم ببینیم، 100 برابر و 1000 برابر این هم هیچ که مزاحم دیگری نیست، راحت ما را نگاه میکنه. لذا رسول الله فرمود شما هم دیگر را اونجا اذیت نمی کنید، مزاحمت نمی کنید، حال نمی دهید، همه به راحت ربتون را نگاه میکنید. در حدیث هم ما داریم. در تفسیر اون آیه للذین احسنوا الحسن و زیاده، کسانی که واقعا مخلص باشند برای اونها بهشت است و زیادت از بهشت، اضافه از بهشت. اضافه از بهشت چیه؟ دیدار الهی اونجا تفسیر کردیم. در بعضی روایت ها می آید که وقتی که الله عزوجل به بهشتی ها همه نعمت ها را میده، تکمیل میکنه، الله باغات بهشون میده، ساختمان میده، نهرها میده، میوه ها میده، خوراکی ها میده، گوشت و کباب میده، حور عین میده، همه چیزشون تکمیل. بعد الله میفرماید چیزی دیگه مونده؟ میگن ای عرب همه چیز تکمیل شد، دیگه هیچی نمونده. الله میفرماید نه، یک چیز مانده. الله عزوجل بعدا دیدار خودش را نصیب میکند، پرده را اونطوری که یلیق بشأنه، لایق ذات باری تعالی است، بر میدارد. بهشتی ها الله را نگاه میکنند، همه در شگفت میمانند، تعجب میکنند، سبحان الله چه لذتی دارد دیدار رب. بعدا میخواند که هیچ نعمت دیگه نباشه، همین یکی فقط باشه، از بس که احساس لذت و خوشی میکنند. الله میفرماید نه، هفته یک بار دیدار نصیب میشه. لذا این عقیده ما هست که ما انشاءالله ربمون را در بهشت میبینیم. اینم دلیلش. الله میفرماید وجوه یومئذ ناظره، چهره های در آن روز تر و تازه هستند، الی ربها ناظره، به سوی ربشان تماشاچی هستند، نگاه میکنند رب را، تماشا میکنند و لذت میبرند. و وجوه
اون چهره چهره مؤمنین هستند، این چهره چهره کافرین هستند. و وجوه یومئذ باسره، چهره های دیگه هستند در آن روز باسره، در هم پیچیده، در هم گرفته، چهره هایی که عبوس گرفته است، پریشانه، مصیبت زده است. تظن ان یفعل بها فاقرا، فکر میکند، گمان میکند که با او انجام میشه، با او عمل میشه. چه عملی میشه؟ فاقرا. فاقرا یعنی کمرشکن، برخورد کمرشکنی باش میشه. میدونه که چنان عذابی گرفتار میشه که کمرش میشکنه و از اونم بدتر. لذا بعضی چهره ها اینطور هستند. این چهره های منکرینند، چهره های فاسدینند، چهره های کافرینند. کلا حق این است. الله میفرماید شما انسان ها در این دنیا وقتی که میمیرید میبینید عجز خودتون را، چقدر عاجزید. کلا اذا بلغت التراقی، وقتی که نفس میرسد به ترقوه میگویند این اقصای حلق را، این جایی که نفس انسان گیر میکنه ما بهش میگیم خرخره. وقتی که نفس به خرخره میرسه شما اونجا همه دوربر اون مریض هستید. و قیل من راق، گفته میشه کی هست که دم بکنه؟ راق کسی که رقیه میده، تعویض میده، دعانویس، دم کننده. اونجا همه میگن ملا بیاری که دمش بکنه خوب بشه. و قیل من راق، گفته میشه کی هست راق؟ یعنی دعاخان، دعانویس کی هست؟ تعویض نویس کی هست؟ و ظن انه الفراق، اما خود اون محتضر، اون مریض یقین میکند که الان وقت فراق است، وقت جدایی از دنیا است، باید برم. والتفت الساق بالساق، الله میفرماید ساقش با ساقش متصل میشه، یعنی پاهاش جفت میشه، دیگه تمامه. الى ربک یومئذ المساق، به سوی ربت در آن روز سوق است، رفتن است، دیگه سفر به سوی رب. الله میفرماید این گونه سفر شما فرا میرسد. این اول قیامت است که شما میرید اونجا بعد انسان، الله اینجا زجر بیان میفرماید برای اون انسانی که هم عقیدهش مشکل داره هم عملش مشکل داره، نه ایمان داره و نه عمل خوب داره. فلا صدق ولا صلا، این انسان تصدیق نکرد دین حق را، جرم اول یعنی بد عقیده، بد اعتقادی. ولا صلا، جرم دوم یعنی بد عملی. این دو چیز خطرناک. انسان اعتقاد، ایمان، باورش مشکل داشته باشه و دوم عملش مشکل داشته، این دو چیز را الله عزوجل هر جا رمز موفقیت فرموده. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان بیاورن یعنی عقیده درستی باید داشته باشن و تنها اینم کافی نیست، و عملوا الصالحات، عمل صالح هم داشته باشن. کانت لهم جنات الفردوس، یا وعده های دیگه اینجا یه جای الله جنات الفردوس وعده فرموده. لذا این انسان که اینجا ذکرش آمده و خداوند او را توبیخ و سرزنش میکند، این انسانی که اون دوتا را نداشته، نه اعتقاد خوبی داره. بعض میگن درباره ابو جهل است، ولی خب ما آیات را کمتر شأن نزول بیان میکنیم تا بفهمیم که هر زمان اینها هستند امروز انسان هایی که اعتقادی به خدا ندارن، به آخرت ندارن، 50 سال 60 سال یک بار رو به قبله نشده و اعتقاد نداره، باور نداره. و الا اگر اعتقاد و ایمان داشت میترسید، ربش را سجده میکرد. لذا الله میفرماید فلا صدق، این دین حق را تصدیق نکرد، ایمان نداشت، ولا صلا، و همچنین نماز نخواند، یعنی بد عمل بود. ولكن کذب، اما تکذیب کرد در مقابل صدقه. و تولا، بجای صلا تولا، پشت داد به مسجد،
پشت داد به ندای مؤذن. لذا الله می فرماید ثم ذهب الى اهله یتمطا. هم عقیدهش خرابه، هم عملش خرابه، هم اخلاقش خرابه. کسی که اخلاقش خراب باشه تکبر می کند. تکبر از نوع بد اخلاقی است. لذا الله می فرماید ثم ذهب الى اهله یتمطا. سپس همین انسان بدبخت نه ایمانی داره نه عملی داره، میره به سوی اهلش یتمطا، سینهش برآمده است، یعنی با غرور و با تکبر راه میره. تمتی میگه کسی که گردنش را بلند میکنه، خودش را عرض کنم که گردن فراز نشون میده، من کسی هستم. طوری راه میره که گردنش بلنده، یک سر بلنده و سینهش برآمده، یعنی به یک حالت فخر و غرور راه میره. این وضع بد اخلاقی انسانه. الله این انسان را نفرین میکنه. این انسانی که نه ایمان داره، نه عمل داره، نه اخلاق داره. باید انسان مسلمان همه چیز خودش را درست بکنه. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. الله میفرماید هلاکت برایت هلاکت، سپس هلاکت برای تو هلاکت، یعنی بمیری، هلاک بشی، تباه بشی. ای انسان متکبر، انسان سرکش، انسان کافر و مشرک. این انسان چرا اینطور غرور داره؟ چون که اعتقاد به آخرت نداره، به قیامت. اصل به اینجا برمیگرده، ریشه به اینجا برمیگرده. انسان وقتی که به قیامت ایمان داشته نباشه، از اون انسان هر چی برمیاد. به این خاطر عرض میکنیم ایمان به آخرت و ایمان به قیامت خیلی مهمه. الله میفرماید ایحسب الانسان ان یترک سدى. آیا این انسان میپندارد، این انسان فکر میکنه که ان یترک سدى، این که ترک میشه بیکار، همینطور معطل میمانه، هیچ که باش کار نداره؟ نه، این انسان باید جوابگو باشد، پاسخگو باشد. الم یک نطفة من منی یمنا. انسان هر چیزی را با عقلش میسنجد. اینجا الله تعالی یک دلیل عقلی بیان میکنه. انسان میگه چطور یک انسان مرده دوباره زنده میشه، یک بیجان چطور دوباره جاندار میشه؟ الله میفرماید مگه ابتدا یک بیجان نبودی؟ یک قطره نطفه نبوده؟ نطفه مگه حیات داشت؟ یک قطره افتاده، چطور از یک بیجان جاندار پیدا شد؟ اونم که در سوره بعدی میخوانیم چه انسان با کمالی از این نطفه در جای خودش انداخته میشه، بعدا یک انسان سمیع و بصیر، یک انسانی که هم شنوایی داره، هم بینایی داره، هم عقل داره، هم درک و درایت داره. چه کمالاتی از یک نطفه. خب این با عقل جور در میاد؟ پس همونطور که الله اونجا قادر است که انسان را از نطفه خلق بکند، همچنین قادر است که انسان که تبدیل به استخوان میشه، استخوان پوسیده میشه، همین انسان را دوباره پیدا بکند. در سوره قاف بسیار جالبتر ما خواندیم که انسان میگه وقتی که ذرات من در عالم پخش میشه، بعض انسان ها هستند خب اونها را چی میکنند؟ اونها را میسوزانند. بعضی اقوام رسم دارند، سیک ها، هندوها، بعضی کشورهای آسیایی مرده ها را میسوزانند، پودر میکنند و بعد به دریا و به باد تحویل میدن. این ذرات معلوم نیست ذره ذرهش کدوم گوشه دنیا بره. الله میفرماید که خدا علم داره، الله عزوجل ذرات را میدانه، هر جا باشه جمعشون میکنه. همونطور که الان این بدن شما متشکل از ذراتی است که از عالم جمع شده، اینو ما فکر نمی کنیم که در حال حاضر این بدن عزیز ما، این بدن ناعم و نازک ما
از چه ذراتی و این غذایی که ما حاصل میکنیم این همکنون از ذرات دنیا الله عزوجل بهتر میدونه. ما نمیدونیم، ما یک سفره داریم فقط میخوریم، فکرش را نمی کنیم که برنجش از هندوستان آمده، این گوشتش نمیدونم از افغانستان آمده، این موزش از لبنان آمده، این دارویی که استفاده میکنیم و بدن ما را ترمیم میکند و جز بدن ما میشه از جنگل های آفریقا آمده، اونجا یک بوتهی بوده و از اونجا این دارو درست شده. همین الان شما سفرهتون را مطالعه بکنید، بدن ما که داره رشد پیدا میکنه، روز به روز بدن ما جسیمتر میشه، این ذراتی از عالم داره جمع میشه برای ما. از گوشه و کنار دنیا ذرات هست، ما تغذی میکنیم، غذا حاصل میکنیم و بدنمون را فربه میکنیم. پس همونطور که الان الله میدونه کدوم ذره هست، کدوم گوشه دنیا دوباره تبدیل به ذرات بشه، الله میدونه کجا رفت. الله با یک کن دستور میده. همونطور که حضرت ابراهیم علیه السلام 4 پرنده را خواندیم که 4 پرنده را تکه تکه کرد، هر یکی را بر یک کوهی گذاشت. الله فرمود الان صدایشون کن، فسرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا. ای ابراهیم الان صدا بکن، تمام ذرات از گوشه گوشه این کوها با هم مخلوط شدند، با هم ترکیب یافتند و پیش ابراهیم آمدند. لذا الله قادره. چرا قدرت خدا را بر قدرت خودمون قیاس میکنیم؟ لذا الله می فرماید الم یکن نطفتا، آیا این انسان مغرور که انکار میکند قیامت را مگر نبود یک قطره نطفه‌ای من منی، از منی که یمنا ریخته میشد، ثم کان علقتا، سپس همین انسان بعد از نطفه تبدیل به چی شد؟ لخته خون شد. ببین الله عزوجل مراحل را امروز به وسیله دستگاه های مختلف انسان مراحل را نگاه می کند. اول در رحم یک نطفه ای هست، بعدا این نطفه تبدیل به خون میشه، خون لخت خون میشه، خون گوشت میشه، گوشت استخوان پیدا میکنه، بعدا کم کم شکل انسانی به خود پیدا میکنه. اینا را امروز به وسیله دستگاه ها، به وسیله نمیدونم سونوگرافی و امثالهم مردم نگاه میکنن میبینند. اما الله عزوجل 1400 سال پیش، اون زمانی که هیچ دستگاه نبود، اون زمانی که هیچ علم نبود، اون زمانی که مردم مکه سوادم نداشتند، امی بودند، به زبان پیغمبری امی، پیغمبری به مکتب نرفته، علم نخوانده، به زبان اون الله عزوجل فرمود هو الذي خلقكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة و غیر مخلقة. الله تمام مراحل را اون زمان اعلام فرمود. این پس خودشی که از معجزات است. امروز اگر کسی بداند کمال نیست، اما اون روز وقتی که پیغمبر به این صورت بیان کرد که امروز هم علم همین را تایید می کند، پس دلیل این که این پیغمبر به حق خداست و این کلام به حق الهی است. الله می فرماید الم یکن نطفة من منی یمنا، آیا انسان نطفه نبود از منی که یمنا ریخته شد، انداخته شد به جایش، ثم کان علقة، سپس انسان تبدیل به علقه شد، فخلق، الله او را رفته رفته خلق کرد، فسوا، برابرش کرد، 4 دست و پاش بهش داد، چشم و گوش و بینی بهش داد، عقل بهش داد، سری بهش داد، همه اعضا و همه جواره را بهش داد، هیچ چیزی کم نگذاشت، کلیه داد، قلب داد، کبد داد، دستگاه درونی را الله دارد بهش داد، انواع اعضا را الله بهش بخشید. فسوا به این معنی هست. و بعد به 2 قسمت تقسیمش کرد، فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. سبحان الله. از این انسان همه دوست دارند شاید که خدا بهشون پسر بده، الله هر دو را خلق کرد. از همین نطفه یک بخشی از نطفه را مذکر آفرید،
یک بخشی را مؤنث آفرید، چون خدا میخواد هنوز این نسل ادامه داشته باشه. اگه همه پسر باشند یا همه دختر باشند اون وقت مشکل میشه. لذا الله قرار داد فجعل منه الزوجین، زوجین را الله از همین نطفه درست کرد، الذکر والانثی، مرد و زن را. لذا این نمونه ای از قدرت. بر این قیاس کنه انسان، این یکی از دلایلی است که الله همیشه در قرآن بیان میفرماید. بر این قیاس کن الیس ذلک بقادر، آیا این ذاتی که به این صورت انسان را آفرید این ذات قادر نیست؟ توانایی ندارد علی ان یحیی الموتى، بر این که دوباره مرده ها را زنده بکند؟ توانایی ندارد؟ چرا ندارد؟ بله این ذات قطعا توانایی دارد. این ذات با یک کن، با یک اشاره دوباره تمام خلائق را از نو و از ابتدا زنده می کند. الله عزوجل اعتقاد راسخ و عقیده درست بالخصوص نسبت به قیامت و بعث بعد الموت به همه ما نصیب بفرماید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اله العالمین، پروردگارا اون ایمانی که مطلوب تو هست و مورد رضای تو هست نسبت به توحید و نسبت به رسالت و نسبت به قیامت نصیب ما بفرما، و اون عملی و اون اعمالی که تو راضی میشی و تو انتظار داری از بندگانت اون اعمال را نصیب ما بگردان و ما را صاحبان توفیق برای اون اعمال بگردان. پروردگارا اخلاقی که تو از ما میخواهی و در کلامت از تعریف کردی از اون اخلاق ما را متصف به اون اخلاق بگردان. مولا این آیات را که میخوانیم توفیق عمل به این آیات عنایت بفرما. عقیده آخرت را، عقیده معاد را و عقیده بعث بعد الموت را در ریشه های دل ما جای بده. پروردگار در روز قیامت ما را از اصحاب یمین بگردان، ما را از اونهایی بگردان که با دیدار ربشون لذت میبرند. ما رب دیدار خودت را نصیب ما بگردان، رضای خودت را نصیب ما بگردان. مولا از ما راضی باش، از ما خوشنود باش، به اعمال ما و به غفلتهای ما نگاه نکن. اله العالمین از ما را بندگان مرضی بگردان و از ما راضی و خوشنود باش که با رضایت در دنیا زندگی بکنیم و با رضایت از این دنیا بریم و با رضایت وارد بهشتت بشیم. اله العالمین ما را دیندار بگردان، ما را با تقوا بگردان، ما را با ایمان بگردان، ما را از بندگان مخلص و صالحت بگردان. اله العالمین پروردگار از گناه، از معصیت، از بدعت، از خرافات، از هر آنچه که تو را ناراضی می کند ما را توفیق اجتناب و دوری عنایت بفرما. اله العالمین پروردگار مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات دینی را، مشکلات دنیوی را، همه نوع مشکلات را حل بفرما. گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما، بالخصوص اساتید، مشایخ، پدران و مادران ما که رفتند روحشان را شاد بفرما و درجاتشان را در جنت الفردوس بلند بفرما. ما را خاتمه ما را هم با ایمان بگردان و ما را در زمره اهل بهشت قرار بده. پروردگارا بر ما فضل بفرما، بر ما لطف و احسان بفرما، ما را جز محرومین قرار نده، ما را مردود در بارت قرار نده، ما را از مقبولین قرار بده. اله العالمین مقبولیت نصیب بفرما و شرایط و صفات مقبولین را در ما پیدا بفرما.
اله العالمین طاعت و بندگی های شکسته ما را قبول بفرما و ما را بیشتر توفیق بده، از اهل توفیق بون بگردان. پروردگارا رب خاتمه همه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد بگردان. تمام عزیزانی که تقاضای دعا کردن، برادران، خواهران، برای هر مقصدی، برای هر حاجتی، مولا حاجاتشون را برآورده بفرما، دعاها را قبول بفرما، فریادهای دل را بشنو و اجابت بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.